سعی میکنیم که چرا بعضی حالات آدم مشق روانی میکنن فایده نمیگیرن. خدا سمیخیلی میکنید که بگهی میشینید بعد شام بعضیتون نماز میخونید، بعضیتون سکوت میکنید، بعضیتون برای مثلا یاد گرفتن، بعضیتون برای تبابت میکنید. شما میشینید چرا نتیجه نمیگیرد؟ مثلا داشتن گویم که سیک یعنی که تو شک نداری در اثرات همین، تاثیرات همین، دو دیله نیستی. آفرین. باز آفرین. برکت می‌کنه. یعنی که نگاه کنید حالت های میشه که مثلا سیکه باز کدام حالت دلافروز آفرین. اون من خیلی همه خیلی هست، شاید شما همتون درست میکنید. نگاه کنید خداوند آیت دارد که نماز درست بخوانید. مثلا سکوت هم درست اجرا کردن اجرا کردن. یک زینه سکوت زینه دیگر را کلیچه میکشاید. زینه دیگر سکوت در بالای زینه یکم که نادرست کردی دیگر چی میشه؟ دیگرش هم نادرست میشه. برای همین نگاه کنید شما بدانید که درست اجرا کردن مشق‌ها سبب چی میشه؟ سبب نتیجه دادن سکوت میشه. باز چی؟ یعنی صحت بودن. درست؟ مثلا بعضی آدمو مثلا سکوتشون نتیجه نه وقتی که معاینه جسمی تلمازش نیست میشود که مثلا داولین اگر پست باشد یا بلند باشد یک خودی همین حالت یا آدم درد داشته باشد خیلی آدمی پروفسیونال باشد که دردش بزند بتونه مثلا داولین اینوش پست آدمی که در اول سر میکند باید چکار کنیم؟ باید ما تبابت کنیم، یک معیار معین بر سلامتیش بیاریم. نفهمید برای چی ما بعضا تبابت شما را یک ماه دوام میکنیم؟ یک ماه تبابت میکنیم. بعد میگه که برای چی خدر دور دراز؟ برای که اول سلامتیش خوب میکنیم، بعد باید آهسته آهسته این چیزا یاد میگیرد که چه خیلی حالت سلامتیش بقفد. باز چی؟ ایگان عقیده داره؟ فرزانه هست ایگان عقیده؟ البته پای در همین متصل باید رعایت کرد. هر روز همین کردن نکن. اگر شما یک روز نکنید چی؟ نتیجه نمیده. باز هست ایگان عقیده چرا نمیکنه نتیجه. البته شما بدانید روزه اول چی نکنید؟ خیلی وقت یک جای چی باشد؟ یک جای تنهایی باشد. کوشش کنید که خلالتان نرساند. خیلی پروفسیونال میشی که در این کار که آدم ها درگیر میگردن میدون، لیکن تو خود خطا چی؟ سکوتی خطا کردیست. تو روزهای اول باید خیلی وقت باشد. باز ششم تو یکم زینه را یاد نگیری با زینه دویم نگذار. اجراش کن لیکن زینه دویم در نگذار. چون که زینه دویم من نمیفهمی نمیکشاید. زینه یکم کلیدی زینه چی است؟ زینه دویم. هفتم البته اینستروکتور در کنه. اکنون توجیکوی ما میگن استاد.
میگه کم تا یادش میاد میگم ما خدمت اینترنت امریکا دیگه سر میکنم. میگم ما خدمت میدونم در اینترنت هست فلانی خیلی بعد اوج خارجه دیگه کس پیدا میشه اینستروکتور بعد شما رو چیکار میکنه؟ با شما رو درس دادن میگیره. نه این سبب چی میشه؟ سبب میشه که آدم ارالش میزنه. گم میکند خودش بعد ایتی خودش گم میشه. میگوید برای چی ما اعتقاد ما باید با ارثیت ما هماهنگ باشه. الان مثلا یک تیمو خدا نشان نده خیلی اگه مثلا شکل یا به خطی مشق میکنیم آیسته اعتقاد ما در همون چی میشه؟ در همون زیاد میشه و ساده‌تر همین اعتقاد ما که نو گرفتیمش با تمام ارثیت ما قوت پشت ما جمع میکنن. این پشت ما در کی بود؟ چخیل باباهامون گذروندن، چکار میکردن، چخیل زندگی و چخیل فرهنگ داشتن، چخیل نیابان ما چی فکر و اندیشه ها داشتن. همین در درون ما کد هست، کد. انا همین کد با کد نوی که تو میاری جنگ میکنن. کدامشون نکن غلبه میکنن. البته ارثیه. این مانند اون است که یک درخت بریده میشه و یک برگ یک شاخه نوده در رو پیوند میشه. اگر اینها نزدیک نباشن قبول نمیکنن دیگر. برای شما فرهنگ و کارهایی میکنه که با گذشته‌های شما زیده است. البته در شما کانفلیکت میشه. کانفلیکت یعنی جنجال میشه. جنجال ارثی. از همه بدترین جنجال در آدم جنجال ارثیه. جنجال ارثی بسیار قین است. وقتی که تو با پشت در درون چی میشه؟ در درون جنگ میشه. من تصور کنید. این از همه چی است؟ از همه مشکل است. برای همین شما کوشش کنید که وقتی که سکوت میکنید رعایت کنید قاعده ها را. نمیشه و شما به اینستروکتور به معلم خیلی تاجیکا رو میگن به استاد یگان کار را سر کنید. اما شد سکوت پای در هم کنید. یک کم که ما از همین که تقدیر ما روزی میشویم انا همین جنجال بر هم میخورد. بین ما و بین اون چیزی که ما را نوشته از خداوند گینهای ما جنجال بر هم میخورد. برای ما چیز زید نیست. یعنی که زید نیستیم با اون چیز. این بسیار قدم یک کم زود است. تو راضی هستی از زندگیت یا نه؟ شکل داده است، زندگی داده است، بیماری ها داده است، خشتبار داده است، کجای در کجای تولد کرده است، اینا چیزایی که ایواز نمیشه باید. اون تصور کنید که اگر آدم زید باشه چرا ما را خیلی کردی، چرا ما را خیلی کردی باید سر میشه، جنجال سر میشه و انسان به ارثیت جنجال میکنه. جنجال کردی خیلی آدم قینه تمامش. برای یک کم قدم ما همینجا آمدیم میگیم رضا شو با اون چیزی که با تو شده ایستاده است و ایواز کردن نمیشه و حاضر نه که آینده تا میتونی چیکار کنی امروز مثلا چه خیلی ایواز میکنی باز سکوت میکنی باز یکم چیزی که ما را میتوند این نقشه است. این نقشه به شکل دعا است که ما میتونیم ارثیت ما را چیکار کنیم؟ حاصل بسیم سر میکنیم